شده در مورد نمازهای سنت صبح. آیا کسی نماز سنت صبح را نخوانده می رود مسجد، در اینه که نماز فرض اقامه می شود، یعنی برای نماز صبح مؤذن اقامه را شروع می کند، طرف میاد نمازگزار میاد در گوشه مسجد سنت ها را می خواند. آیا جایز است انگامی که نماز فرض اقامه شد کسی سنت را نخوانده در منزل بیاد در حین هنگام اقامه نماز فرض سنت بخواند؟ جایز است برای اون شخص که اینجا سنت ها را بخواند؟ در جواب باید گفت که در این زمینه از حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسلم و در کتب اصحاب السنن، یعنی ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجه و ائمه دیگر این حدیث را از ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردند کسی که نماز صبح یا نماز ظهر یا هر نماز دیگری انگام اقامه نماز شروع شد حق ندارد کسی سنت ها را بخواند. سنت خواندن ممنوع است، جایز نیست. فرض در اولویت هست، فرض مهم است، فرض را اول باید اون شخص بخواند، سنت ها را رها کند و می تواند این سنت ها را بعداً بخواند. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، رواه احمد و مسلم و اصحاب السنن. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید از نبی صلی الله علیه و سلم نقل میکند، فرمودند اذا اقیمت الصلاه، هنگامی که نماز اقامه شد یا نماز فرض اقامه شد شروع شد، فلا صلاه الا المکتوبه، جایز نیست، ممنوع است، جایز نیست هیچ نماز بجز اون نماز فرض که اقامه شده، یعنی اجازه نیست کسی سنت بخواند. روایت دوم در صحیح بخاری و صحیح مسلم صریحاً آمده از صحابی دیگر، عن ابن بحین رضی الله عنه قال اقیمت صلاة الصبح، میگوید که نماز صبح اقامه شد، یعنی برای نماز صبح مؤذن اقامه را شروع کردند. فرأى رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا، رسول الله صلی الله علیه وسلم شخص را دید یصلی، در نماز میخواند. از این طرف مؤذن اقامه را شروع کرده برای نماز صبح، شخصی دارد مشغول خواندن سنت های صبح است. و المؤذن یقیم، مؤذن در اقامه میکنه، اونم در نماز صبح را سنت های صبح را میخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتصلی صبح اربعا، خطاب کرد به اون شخصی که در حال خواندن سنت های صبح بود، گفت آیا نماز صبح مگه 4 رکعت هست؟ یعنی استفهام انکاری بهش میگن، انکار کرد پیغمبر علیه السلام بر اون شخص، خورده گرفت به او که حق نداری که زمانی که نماز انگامی که فرض شروع شد، اقامه شروع شد برای فرض، شما سنت بخوانید. این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. حدیث دیگری همچنین از عبدالله بن سرجس رضی الله تعالی عنه آمده، قال دخل رجل المسجد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاة الغداة، شخصی آمد وارد مسجد شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغول نماز فرض بود، یعنی نماز فرض را داشت اقامه میکرد، میخواند با جماعت. شخصی آمد فصل رکعتین فی جانب المسجد، کنار مسجد یعنی در گوشه مسجد آمد 2 رکعت نماز سنت را شروع کرد. از اون ور نماز شروع شده، پیغمبر علیه السلام در اقامه نماز را امامت میکنه، اما این شخص با جماعت شریک نشد، آمد کنار مسجد، یک گوشه از مسجد، اونجا سنت ها را خواند. ثم دخل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت ها را تمام کرد، وارد صف شد و با جماعت شریک شد. فلما سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم، زمانی که پیغمبر علیه السلام نماز را تمام کرد، گفت قال یا فلان، اسم اون شخص را با اسم صدا کرد، اون شخص را گفت ای فلانی، به ای صلاتین اعتددت، برای کدوم یک از این 2 نماز اینجا تشریف آورده ای؟ ابی صلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، آمده ای اینجا تنها نماز بخوانی یا آمده ای که همراه با جماعت نماز بخوانی؟ به میگن در اصطلاح ادبیات عرب استفهام انکاری، یعنی من کرد پیغمبر علیه السلام. چرا هنگامی که نماز صبح اقامه شده
شروع شده تو بیایی سنت ها را اینجا بخوانی؟ حق نداشتی. باید مستقیم بیایی وارد صف بشوی، همراه با جماعت شریک باشید و جماعت را تمام بکن، نماز فرض را با امام تمام بکن، بعدا سنت ها را بخوان. اشکال ندارد. در حین اقامه نماز که نماز تازه شروع بشود، اقامه بشود، یا اینکه اقامه شده، حق ندارد کسی بیاد در مسجد سنت بخواند، نفل بخواند، تحیت المسجد بخواند. اجازه نیست. فلا صلاة الا المکتوبه. اذا اقیمت الصلاة، هنگامی که نماز اقامه شد، فلا صلاة، هیچ نماز جایز نیست الا المکتوبه، مگر نماز فرض. پس بنابراین بعضی هم میگویند که در مورد سنت های نماز صبح تاکید فراوانی آمده، حتی در احادیث آمده، حدیث هم صحیح است، حتی اگر اسبه ها شما را زیر سم قرار بگیرند بدهند و شما سنت های صبح را ترک نکنید. بله، اون تاکید به جای خودش هست. اون زمانی است که نماز فرض اقامه نشود. زمانی که نماز فرض اقامه شد، فلا صلات، اونجا جایز نیست. حتی اون شخص نماز را خواند، سوال در متن حدیث آمده که اون شخص داشت نماز را میخواند، در عینی که نماز جماعت برگزار بود، شخص در کنار مسجد، جان گوشه مسجد داشت سنت، مشغول به خواندن سنت بود، پیغمبر اسلام او را منع کرد. یعنی معنیش اینه که زمانی که برای فرض اقامه شروع نشده، بله سنت های صبح را بخوان، اشکال نداره، ترکش نکن. اقامه شروع شد، حق نداری که بخوانی. بعد از اتمام نماز می توانی سنت های صبح را قضایی بیاری. در همانجا قبل از طلوع آفتاب هم اجازه داری که صحابی آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم ازش سوال کرد، بعد از اینکه نماز تمام شد رفت گوشه از مسجد شروع کرد به خواندن سنت ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او صدا زد: صبح اربعن، صبح اربعن، نماز صبح 4 رکعت است، الان 2 رکعت خوانی، 2 رکعت دیگه میخوانی؟ گفت یا رسول الله اون 2 رکعت سنت صبح را نخوانده بودم. گفت فلا اذن، اشکال ندارد بخوانید. این حدیث هم در صحیح ابو داود است، هم در سنن ترمذی آمده. هم می توانی این سنت ها را بعد از طلوع آفتاب بخوانی که در صحیح ترمذی آمده که قضایی بیاری، اشکال ندارد. پس عزیزان، این سنت متروکه که ترک شده و اکثر ائمه مساجد این را بیان نمی کنند، در عینی که نماز شروع شده یا در حال شروع شدن است، اقامه شروع شده، مردم میان سنت میخوانند، به خصوص سنت های صبح را. از این احادیث منع خبر ندارند که پیغمبر علیه السلام منع کرده، ممنوع کرده که شما سنت های صبح را بخوانید. پس امیدوارم انشاءالله این احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتب اصحاب سنن روایت کردند، با روایات معتبر، که هنگام فرض شروع شد، چه نماز صبح چه غیر نماز صبح، فرض سنت خواندن، نوافل خواندن و تحیت المسجد ممنوع است. بعداً میتوانیم